سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه و هر جا که هستین دل شاد، لب خندون و از زندگیتون لذت ببرین. سلام، امیدوارم که خوب باشین و هرچی که مهدی گفتش. آقا از این اپیزود یوتیوبم بعد از تأخیر خیلی طولانی زهرا به ویدیو یوتیوب من اضافه شد. خیلی دوست داشتم با همدیگه در مورد مسائل مختلف حرف بزنیم، ولی تک و تنها که میشستم جلو دوربین انگار نطق کلامم کور میشد، هیچ نداشتم بگم. ولی از اون طرف چون زهرا واقعا داستانای جالبی داره، اتفاقات مختلف براش میفته، خیلی تصویرسازی مختلفی تو ذهنش داره و اتفاقاتی که طول روز میفته، اتفاقاتی که قبلا افتاده همش تو ذهنش هست، برخلاف من. خاطر همین اومدن زهرا تو ویدیوها خیلی بهم کمک میکنه که بتونیم در مورد مسائل مختلف حرف بزنیم. خب اول از همه من خیلی استرس دارم و هیچ وقت میونه خوبی با دوربین و جلوی دوربین اومدن و اینا هم نداری، میدونم. آره اصلا. بعد من الان خیلی مهدی مدت خیلی زیادیه واقعا میتونم بگم 2-3 ساله دارم اصرار میکنم که زهرا بیا جلو دوربین، ولی بالاخره امروز اون روزیه که امروز چندمه؟ امروز 9 آذر زهرا راضی شد که بیاد کمک من تو ویدیو یوتیوبم که بتونیم با هم دیگه یه کانال خوب دوره همی باحال با هم داشته باشیم. اصلش من خیلی برام سخته واقعا و واقعا ممنونم ازت. آره من واقعا خیلی ممنونم اذیتم جلوی دوربین بودم. همین الان خیلی معذب اینجاش گل انداختن اینا. من خیلی معذب میشم از اصلا بخش بزرگش از اون قضاوت شدن، اون خوندن نظرات دیگرانه که همیشه باعث میشه که باش آدم اعتماد به نفسش بره بالا یا اعتماد به نفسش خورد بشه. امیدوارم بچه‌ها ویدیو رو دوست داشته باشن و این اعتماد به نفس تو هل قلقلک بشه که بیشتر بشه. ممنون میشم اگه این ویدیو رو میبینین، به من نه، به زهرا خیلی اعتماد به نفسش قیلی بقیلی کنین. اینجوری ناخون بزنین که خوشحالش کنین، کامنت بزنین، چون میاد همه کامنت‌ها رو میخونه. توجه کنید تصویر این میره اینور ولی این میره اونور. برعکس شده بودم. چرا؟ همیشه احتمال نه لفت رایت این احتمال جابجا شده. خدا زهرا اول اون برداره مانیتور اونجایی که داری دست میره راست ولی تو مانیتور داره میره این بر. اینو چیز نمیگیم تو این بر راست میگه من اون برم. منو تو اینقدر دستام برام نه خیلی وقتا میگم خودت چشام اون بره. اصلا میونی که به مانیتور نباید نگاه کنی. آره شما با لنز اینو مانیتور گذاشتیم فقط خودمون رو چک کنیم. آره این خیلی بده. امروز الان 9 آذره و این ماه خیلی ماه باحالیه. چون امروز این ماه 5 آذری که رد کردیم تولد زهرا بود. تولد مبارک عزیزم. و 14 آذر ممنونم. باحال واقعا به ایمان خیلی باحاله. اصلا از این فیس انتظار نداری یهو بگه ممنونم. بهش نشسته، ولی خیلی بهش نشسته. آره واقعا آدما وقتی که مثلا یه کانسپت بهشون نمیاد، یه اکشن عملی که بهشون نمیاد انجام میدن، انگار بهشون بامزه میشن. آره اینکه اصلا توقع اینقدر کیوت بودن از ایمان نداریم. یا ممنونم. نه یک چیز دیگه هم یادش میگه که سلام آخر کم میگه بای نه حالا اون چیزی خاصی نیست، ولی سلام این خیلی دوتاشون خیلی کیوت بامزه. آره اینجوریه. و داشتم میگفتم تولد زهرا بود و 14 آذر هم که سالگرد ازدواج ما. آذر خیلی ماه سنگینیه. آره آذر ماه هزینه است. هزینه بعدش ولنتاینه. حالا اوناش که اصلا مهم نیست اصلا. نه ما سپندار مزگانی ما اونم نیستیم. نه ولی چون کریسمس هم هست. من کریسمس رو خیلی دوست دارم. خیلی ماه سنگینیه. تولد زهرا سالگرد. چیکار داره جلو دوربین؟ تولد زهرا، سالگرد، کریسمس، ولنتاین، یلدا، همه اینا افتاده تو آذر. چقدر ماه سنگینه. من احساس می‌کنم طول سال باید کار کنم برای آذر. آره واقعا. نه که حالا من کادو اینا میگیرم، نه که حالا من اینقدر خیلی آدم هزینه کنیم مثلا. نه واقعا مهدی همیشه در حد توانم همیشه صد خودشو میذاره برای هر چیزی. مهدی اصلا اینجوری نیستش که بخواد کم کاری کنه یا مثلا بدونم نداره ولی مثلا
در همون حدی که همیشه تا حد داشته توانم واقعاً سعی سرش رو بر من کردم. آره گذاشته و سعی من کردم همیشه چیزایی که قدردان این اخلاقشم. اون مثلا نمیدونم به کجا اشاره کنم چجوری بهش کنم، همونجوری اون پشت که میبینین همه چیزایی که زهرا دوست داشته به مناسبت‌های کوچیک و بزرگ براش خریدم. آره من سعی کردم اصلا اونجوری نیستم که مثلا بیام وای مثلا میگم یهو 17 پرو مکس ایرپاد 3 پرو، نه سعی کردم درست که پول من نداشتم. خیلی با چیزای مثلا چیزایی که علاقه مندیامه واقعا خوشحال آره. میشم. مثلا اگه به من یک دونه فانکو پاپ کوچولو بهم بده، یه دونه اکشن فیگور کوچولو به من بده، خوشحال من میشم. کل اون روز دستم مثلا هی میرم نگاش میکنم، هی مثلا دیزاین مثلا جایی که قرار دیزاینش مثل کنم اینو پشت دیدین اگه ببینین اون قارچ خوره رو، اونو میگم 4-5 روز خوشحاله به خاطر اون. آره من امسال تولد بچه‌ها تولد گرفتن. اینو خودت توضیح بده. باشه. امسال بچه‌ها برام تولد گرفتن. یعنی اینجوری بودش که قرار شدش روز تولدم برای اولین بار بریم کافه صبحونه بخوریم و من تو زندگیم هیچ وقت تولدم مثلا صبح زود بیدار نشدم. صبحونه تولد نداشتی؟ آره مثلا اکتیو باشم برم صبحونه بخورم اینا اصلا. بعد صبحش مثلا که میدونستم که حالا روز تولدم بچه‌ها همه دوستایی که خیلی برام عزیز و ارزشمندن قرار دور هم دیگه جمع بشیم بریم صبحونه بخوریم. من از ساعت 5:30 بیدار بودم، بعد سرحال لباس به خدا همین اگه میگفتیم می‌خواستیم بریم بیرون عمرن اگه بیدار میشیم. آره من اصلا 5:30 صبح خیلی برام سخته. آره ساعت خوابش ساعت ویکاپش 10 AM. نه دیگه بچه‌ها معمولا 7:30 تا 5:30 صبح. آره میام 7:30 نه چرا شده؟ قبلا که سر کار میرفتی 6 هم بیدار میشدی. الانم خب سر کار. خب نه سر کار اینجا حضوری با میرفتی. مثلا صبح 6 صبح هم میرفتی حلیم فیلم نداریم. وای ولش کن. نمیخوام فضا رو منفی کنم. ساعت 5:30 صبح بلند شدی و آماده شدی که 7 صبح بعد صبحونه باشه روزخونه. بعد کافه صبحونه روزخونه. بعد اصلا یه حال عجیبی بودش، مثلا انرژیم زیاد بودش، میدونستم دوستان بعد از چند وقت داشتم دوستان همشونو با هم. اینش خیلی یعنی خیلی جالب بودش که یک مدتی بودش که بچه‌ها اصلا یا نمیشد دور هم دیگه جمع بشن یا مثلا اونقدر احساس میکردم تمایلی نیستش که همه پیش هم دیگه جمع بشیم. ولی اصلا تولد تو بهونه‌ای شد. آره که همه دوباره جمع حالا از خود راضی بودن نیستش، ولی اینکه میدیدم یک اتفاقی افتاد که دوباره هممون با هم دیگه پیش هم جمع شدیم، یک خوشگذرونیه داره صورت میگیره، واقعا برام ارزشمند. و مثلا هر کدوممون یه حرفی برای گفتن داشتیم، اون یه چیزی بعد مدت مثلا بعد 5 ماه 6 ماه هرس می‌خوردیم، اون یه چیزی میگفت می‌خندی، اصلا خیلی بامزه بودیم هممون. و من همین که دور هم دیگه جمع شده بودیم برام اندازه یک دنیا ارزش داشته. بعدم که دیگه موقع من هیچ وقت روز تولدم صبحونه املت نزدم، املت سوسیس مشتی اینجوری می‌زدیم شرق. آره یه بربری هم روش. نه حالا اونجوری که نه، ولی خیلی کیف پسرونه صبحونه. آره خیلی کیف دادش. بعد موقع خدافزی که شدهش، من یک همکار داشتم که الان واقعا جز بهترین دوستام، یعنی همشون دوستان همه، ولی خب من هیچ وقت فکر نمی‌کردم با کسی که مثلا مدیر پروژه‌مون باشه، کسی باشه که حکم مثلا رئیسمون رو داشته باشه، انقدر دوستم بشه. واقعا باهاش صمیمیم، خیلی دوست داشتم. بعد همیشه به حرفام گوش داده، همیشه باعث شده که من مثلا اون قسمتی که هیچ وقت به خودم اهمیت نمیدادم باعث شده مثلا اون به من بگه که مثلا زهرا تو خیلی این چیزات مثبته، بولدش می‌کنی. خیلی همیشه تو این موارد واقعا به هم کمک حامیمه. اصلا همیشه خدا اصلا حامیم خواننده نه، ممکنه معنی حمایتگر. اون خواننده است حامی. ممکنه که مثلا همیشه یه استوری از کارام، تصویرسازیام اینا که میذارم هیچ کسی هیچ ریاکشن خاصی نشون نده، مثلا نهایت 2-3 نفر. ولی این دوستم باعث میشه که مثلا من اینجوری قدم بزنم، انقدر خوشحال میشم، انقدر قربون صدقه میده، اصلا اول قربون صدقه میره، تلاش تشویق و اینا میکنه. بعد همیشه اون نکات ریزی که مثلا من کشیدم توی کارم
من توی کارم کشیدم، مثلا تصویرسازیایی که انجام دادی. آره اون دیتیل ها رو میبینه و بقیه اینو نمیبینه، حتی بعضی وقتا خیلیشو مهدی هم حتی نمیبینه. خب ولی مثلا کارش گرافیکه، کارش جزئیاته. اونایی که جزئیات. آره خیلی از کسایی که تو پیجم مثلا من دنبال میکنن اصلا هیچ وقت جزئیات کار من رو نمیبینن. خب مثلا خیلی مثلا شاید ببینن ولی ریاکشن نشون ندن. ولی دوستایی ولی که خیلی قشنگه، همیشه میخوام بهتون بگم که همیشه این آدمی. ولی هم میدونی قدر خانم محمدی، اسمشون حنانه ما، از اینجا من ازشون تشکر میکنم، قدرش رو باید بدونی. خیلی از دوستا هم هستن که دوستن ولی مثلا میگم یه کاری رو شروع میکنی یه چیزی میذاری بازم حمایت نمیکنن، پشتت نیستن. واقعا اینجور دوستا خیلی ارزشمنده. 4-5 نفر توی زندگیم دارم که انقدر پشت و پناهم، مثلا بعد از تو البته واقعا خیلی جدی بعد از مهدی مثلا البته اینجوریه که مهدی بعد داره شروع میشه. آره واقعا 4-5 نفر هستن که یک جوری همراهی میکنن، یک جوری کمکم میکنن، یک جوری تشویقم میکنن که همیشه من واقعا میگم که اگه این انرژیشون نبودش من تا الان اصلا ادامه دیگه نمیدادم واقعا. حکیان مریم حنا، سپیده، نسرین، زهرا، سارا خسته. سارا اصلا هیچ وقت نمیشه. از همینجا سارا میگم که واقعا از همینجا به سارا سلام میکنی. از همینجا به سارا سلام میکنم و واقعا میگم که سارا یکم انرژی تو ببر بالاتر. از همینجا به سارا و خواهرش مثلا سارا وقتی ریپلای میزنه مثلا دیگه چی کار شده دیگه که انفجاره. واقعا سارا خیلی بامزه است. سارا جز آدمای بامزه است. تو از اونایی هستی که تولد خوشحالی، روز تولد؟ من الان نزدیک 2 ساله که داشتم اینو میگفتم میتونم آخر بعد من روز آخرش خدافظی رسیم اینجا. اصل صحبت اینه. موقعی که داشتم خدافظی میکردم به من یه باکس انقدری تقریبا، باکسشو نداره اینجا نه؟ تو کمد تو انقدری دادم به من تعریف میکنی من بیارم اینشو. خود مماریشو بیارم. تعریف کن تو. باکس انقدری بهم دادم. بعد من اصلا اون لحظه فقط میخواستم صرفا خدافظی کنم و برم و ایناها که مهدی معطل نشه. یهو آورده من تو ماشین درش آوردم. اینو نگاه کنی. ساکو دستو بریز زیرش که نریزه. او خیلی چیز میزی توشه. نزد. چرا دارم درستش هم ده همینه. پایینش بفرستم. آخرم افتاده اون بار. نباش بند. این شد لگویی که خانم محمدی هدیه داد. بعد من توی ماشین لگو رو دیدم، اصلا نمیدونی اینا رو بعدا خوشحال نباش برمی‌داریم. آره اصلا نمیدونین چه حالی شدم بچه. من خیلی مدت خیلی طولانیه که من لگو میخوام. بعد خیلی وقت شده به مهدی دادم بابا برای من لگو بخرم، ولی خب مهدی اصلا توجهی نکرد تو این مورد. واقعا آدم لگوهایی که میخوای بگو قیمتاش چنده؟ خب من لگو خیلی دوست دارم. بعد من لگو رو 15 میلیون لگو هری پاتری که میخوای. آره انقدری که خواستم ازت قیمتش 1,650. نه اون هری پاتری که میخوای که برند لگوه. خب آره این نگاه کن برندش لگو نبود ولی ببینید چقدر برندش ماریو بود. ولی ببینید چقدر با کیفیته. برگاش دهنشو ببینید. بچه من خیلی ذوق میزنم. نه اینا رو چه در بیارم. نه خب بعد خب اینو من داد لگو رو اصلا لگویی میدونم که قطعه‌هاش زیاد بشه. بعد این بی‌نهایت قطعه داشت برای من که اولین بار بود داشتم لگو درست کردم. بعد لگوهای داشتم لگوهای کوچولو که فیگورهای مختلف، ولی اینو نداشتم تا این حجم از قطعات و بزرگی نداشت. 3 روزه فکر کنم 3 روز. آره 3 روزه 24 ساعت همش داره درست میکنه. انصافا کارامو میکردم. روزی 3-4-5 ساعت روزی 4-5 ساعت داشتی. آره 4 ساعت میشستم پاش. بعد از یه جایی به بعد چشام دیگه مثلا قطعه ها رو نمیدیدش. مثلا من به مهدی میگفتم من اینو پیدا نمیکنم. بعد که پیدا نمیکردم و میرفتم فردا صبح. سایز قطعه‌هاشم خیلی کوچیکه. یکیش الان میخوام بهتون بگم. یه قطعش مثلا میگم شبش مثلا میگشتیم هر چی مثلا میگم یه عالمه زهرا ظرف گذاشته بود که هر کدوم برگ مثلا میگم هر قطعه توی پلاستیک بود یا نه مدام دیدم پلاستیک بود. آره پلاستیک‌های بزرگ. ببینید بعضی از لگوهایی که من دیده بودم که برند خود لگو بودن شماره داره. مثلا یک داره تا مثلا 30 خورده. یکیش نکن اینه. آره عمرن تو ببینین. چجوری بگم نصف ناخون یه ناخون کوچیکمه. آره خب نه کوچولوتره.
شماره داره، آره این چی شماره داره؟ مثلا روی بسته‌اش نوشته شماره 1 2 ها به ترتیب باید اونا رو آره، درست کنی. آره. ها. ولی این نمیدونم نداشت، هیچ شماره نداشت روش. همه رو همینجوری خودی شروع کردی یهو؟ همه رو چی کردی رو دفترچه؟ طبق چیزی که تو دفترچه بود میگشتم قطعه ها رو پیدا میکردم. بعد دیدم که آقا من نمیتونم اینجوری، رفتم یه عالمه کاسه آوردم اینجوری گذاشتم آره جلو. رو سایزا اومد چی گفت درشتا تو این بود، آره. ریزا تو این بود، ریسترا تو این بود، ریزا کوچولو آره. اونا که شکل همه توی مثلا یه کاسه بود انقدر مثلا پر قطعات ریز. آره. بعد دیگه خیلی درست کردنش واقعا سخت بودش واقعا. ولی اون لحظه‌ای که درست شد خیلی قشنگ شد. اون لحظه که درست شد مهدی رسید خونه من انگار مثلا جام بردم اینجوری بود اینجوری. بعد کل تولید محتوای این چند روزم فقط استوری ها و اینستای زهره همش من از خیلی ذوقشو داشتم و هیچ وقت یادم نمیره که کی اولین نفر برام لگو خرید. من خریدم دیگه. من اصلا از اون لگو خوشم خیلی اولین لگو رو من خریدم. متنفرم ازش چون که واقعا آشغال. من اولین لگو رو خریدم. اون اصلا لگو نیست. چرا دیگه لگو اسمش؟ هر چیزی که قطعات داشته باشه و به هم خیلی هم خوشگله. من تولدم 2 ساله که واقعا خیلی خوشحالم و فهمیدم دلیلش اینه که توی خونه نموندم و اصلا نذاشتم دورم خلوت بشه، برخلاف سالهای قبلش بی نهایت حالم بد بودش، بی نهایت یعنی میشه اصلا گریه میکردم که فقط با برانکارد باید میوردیم منو میبردیم اورژانس و سرم بیاریم منو روش ولی تو این 2 سال بخاطر اینکه خونه نبودی و با بچه ها و همین رفیقا با هم بودیم و تمام مدت اینجوری بودش که با دوستام همه رو میگذروندم دوره هم بودیم. بعد مثلا میمدم با مهدی بعد میرفتم پیش مامان بابام بعد اصلا نذاشتم وقت برای فکر کردن و اینکه قصه بخوره و افسرده بشه اینا نبود. نه اصلا نه. ولی من برعکسته تولدم که میشه خیلی افسردم. آره مهدی واقعا حالمو بد میکنه از لحاظ اینکه نمیتونم براش کاری انجام بدم حالمو بد. من خیلی چیزای عجیب غریب حالمو خوب میکنه. کادوهای عجیب غریب، کادوهای میگم که برام یه فیگور انقدری بخره من خوشحال میشم. مهدی اصلا اینجوری نیستم. مهدی مثلا من ایرپاد پرو نویز کنسلینگ میخوام، بعد مثلا چند میخوام بعد بخوام 40 تومنه من یا مثلا چی میخوام پرنده دلم میخواد چند 160 میلیون. آره مثلا هیچ نمیتونم واقعا کادو نگرفتم زیاد تولدم واقعا جز اونایی که تو برام گرفتی. خب کادو تولد نه ولی مثلا میگم درست کادو نگرفتم، مثلا میگم چیزای باحال نداشتم ولی چیزایی هم که دلم میخواد خیلی گرونه. اصلا آدمی نیستم که چیزای کوچیک دلم بخواد. و یه نکته دیگه این که روزهای تولدم خیلی آدم ناراحتی ام. حس میکنم که این ناراحتیش دیگرانو بیشتر از حد یه گوشه نشستم سه قشنگ میام میشم پا کامپیوترم هدفون یه همایون شجریان پخش میکنم چقدر بدبختم اینجوری. اصلا مسئله برای ناراحتیش وجود نداره و خودشو دوست داره ناراحت. نه دوست ندارم. چرا؟ دوست دارم خیلی بهم توجه بشه ولی نمیشه. خب دوست دارم رفیقام چی مثلا؟ خب مثلا نمیذاره بیشتر. مثلا بشینم پاشو که من نشو. نه بشینم پاشو بریم مثلا بیرون فلان کافه بریم، حداقل نمیگم برای تولد بریم کافه، میگم بابا برای جلوت یک دونه مثلا خوراکی میذاریم با هم دیگه حرف میزنیم. چرا آدم کافه بیای که هست؟ نه من از این که مثلا میگم دوست رفیقی ندارم که مثلا من زنگم بزنه تولدم و تبریک بگه با هم بریم بیرون یادش باشه، اون از اینا ناراحتم میکنه. خب خودش هم به همین منوال یادش نمیمونه دیگه. چرا دیگه من تولد همه تولدهای رفیقام اونایی که مثلا میگم من قبلا با یه تیم کار میکردم چی بود اسمش؟ دایان. من هنوز بچه‌هایی که اونجا سال 1401 کار میکردم، بچه‌هایی که اونجا کار میکردم هنوز تولداشون رو تو تقویم باد صبای گوشیم دارم. تولدشون که میرسه میرم تلگرام یا بهشون زنگ میزنم یا تلگرام بهشون پیام میدم. طرف وقتی میبینه من تولدش تبریک گفتم برگاش میریزه. ولی هیچ که در برای من اینجوری نیست. خب من همیشه میگم که و نمیتونم من اینجوری نباشم. حالا من نمیدونم، من شاید یه اخلاق خیلی بدی که دارم، من اگه بگم آره من این مدلی ام که اگه یه نفر اینجوری هر نباشه سال یادم میمونه که کیا تولدمو تبریک گفتن کیا نه. بعد نمیدونم شاید واقعا کار خیلی بدی باشه. نه من یادم نمیمونه. من این اخلاقم بده و اونی که تولدمو تبریک نگفته یادم میمونه. تولدش تبریک نمیگم.
خب چقدر درست. مایه شرمساری آره تو. واقعا تو از اونایی که اون برای کسیه جامعه برای موضوع نمیدونم میگه نه من آفرین. تولدم خیلی برام مهمه که ببینم کی تبریک گفت. نه من هر کم تبریک نگه بازم تولد مثلا میگم استوری همه اونایی که دنبالشون میکنم هر کی تولدش باشه بهش تبریک میگم. چه مهربون. هر کی مثلا یکی نوشته تولدم مبارک. تو اکسپلور خیلی شده خیلی من اکسپلور گردی میکردم یکی دیدم مثلا تو اکسپلور اومد تولدشه و میدیدم مثلا میگم تولدش یا امروز بوده یا 2-3 روز گذشته تولدش واقعا تبریک گفتم. واقعا خب من چون خودم دوست داشتم بهم تبریک بگم و بقیه بهم تبریک نگفتن سعی میکنم اینو برای بقیه چی نکنم. این محبت از بقیه دقیق نمیکنم. چون واقعا اصلا خودم نیست روز واقعا تولدم. خیلی ناراحت میشم و واقعا بهت پیشنهاد میدم روز تولدت مثلا توی خونه نباش. سعی میکنم از امسال باید تو هم مثلا امسال که سال دیگه میشه. یک سال دیگه. یک سال دیگه که نه. ترندای مسخره اینستا. چند وقتیه تولدت؟ بذار یه دقیقه تا حرف میزنه من یه چیزی بیارم. حرف بزنم بچه‌ها. کادو برام خریدی؟ کاشی کادو خریده بودم. من الان این مدت همش دوست دارم که هی سورپرایز بشم. چیکار رفتی بکنی؟ خب بچه‌ها چطوری؟ امروز بگو چه اتفاقی افتاد. کبریت؟ آره. هر بعدش میگم. نه هیچی کبریته. امروز من حمام بودم یا آیفون خونه زنگ خورد. دیجی کالا. من تو ذهنم گفتم وای آدرس خونه رو این سری به مامانم دادم احتمالاً برام پهپاد خریدم فرستاد. واقعا زهرا میگم. یا مثلا گفتم وای مثلا میگم اون برنده قرعه کشیش بود و آدرسمو میدونسته از دیجی کالا برام چیزی سفارش داد. تولدم خواستم شم بده نکردم فوت کنید جلو دوربین. من شم دارم برو نگاه کن. حالا همینجا فوت می‌بینی باحال‌تره این. تولد زهرا رو می‌خوایم فوت کن. فقط نگاه سری چی میشه. اول آرزو تو سری بکن. یه آرزو بلند. یه آرزو بلند. الان دستم میسوزه. ها برو. تولدت مبارک عزیزم. ممنونم کاش به جای این هدیه می آوردی مثلا یهو آیپد پرو 20. تو هم بوی کبریتو دوست داری؟ نه. آیپد پرو. آیپد پرو 2025 ظالمانه گفتم نه. نه بشین سر جات. آیپد پرو 2025 1 ترابایت 13 اینچ رم 16. ان شاء به زودی برات میخرم. کاش که یه گل ریزون برام راه بندازی. اگه یوتیوب هم حمایت برات میخرم. بچه‌ها میشه یه گل ریزونی بچه‌ها نمیدونیم ولی من چقدر دارم پولامو سخت جمع میکنم تا برسم. حالا اصلا مهم نیست. اینم شمع آیپدت به نظرم از الان فوت کن. اگه آیپد بخرم میام بهتون نشون میدم. چی فوت کرد؟ چه دودی داره؟ اوه چقدر چه خوشگله. اینو معتادا. دیگه همین این از ویدیو اولمون و دیگه هم خیلی دوست داشتم بگو. آها امروز هم با دوست دیگه هم باز رفتیم. امروز هم با دوست عزیزش مریم دوست صمیمیم که 10 ساله با هم دیگه دوست اینجوری یعنی یه دوست صمیمی داره که 10 ساله باش رفیقه. منم یه دوست صمیمی دارم که 25 ساله باش رفیقه. همون دوست صمیمی که 25 ساله باش رفیقی تولدتو یادت میشه. نه تولدم استوری که میذارم میبینه. آره همیشه میگه می‌خواستم سورپرایزت کنم یادم. سورپرایزم کن. اشقا کثافت. من همیشه تولدات زودتر میام سورپرایزت میکنم. کثافت. آره واقعا آدم چیپی هستی که سورپرایزش نمی‌کنی. رفیقم بدین که الان این سری میترسم گونی آرد بزنه تو کلم. به سورپرایز. گونی آرد بزنی تو کلم به خدا تخمو میذارم کلت آتیشت میزنم. از این خرگریای پسرم. چقدر خدافظ. بچه‌ها امیدوارم دوست داشته باشین حمایتتون نره. می‌خوام ایمانی خدافظی کنیم. نه. خودمون خدافظی می‌کنیم. من خدافظ. تا درودی دیگر. دو. من دوست دارم اول ویدیومون سلام خدافظی کنیم. همینجوری شروع کنیم؟ آره. خدافظ. اینم یه رو از نزدیک ببینیم. وای یه چیز دیگه هم میخوام نشون بدم. اسنپ هم. اونو دیگه بعدا نشون. سیور اسنپ. من دوستام خیلی خوشحال کردم.